وای دخترم، وای جیگرم، وای بیبرم. نزدیکان شاعره جابیرова جسدی او را صبح 11 نوامبر از سردخانه گرفته و سپس به خاک سپردند. هنوز نتیجه تشخیص طبی دادگاهی جسد این زن 22 ساله تاجیک اعلان نشده است. اما نمایندگان سردخانه گفتند که در بدن جابیرova آثار لطوکوب از جمله داغ‌های سیاه را در زیر چشم و دهان و پشت سرش مشاهده کردند. در قتل شاعره جابیرova افسر پایگاه 201 روسیه ایوان شرباکوف گمانبر شده است و حالا در بازداشتگاه همین پایگاه قرار دارد. در صحبت‌هایی که ما توانستیم با مادر او و با خواهرانش و نزدیکان اون صحبت کردیم، آنها گفتند که وقتی شستن جسد شاعره آنها دیدند که هم سر و هم زیر منه دست پای او داغ‌های سیاه، یعنی که از لطوکوب‌های شدید گواهی میدن و ما نقل کردند. ما رفتیم دیدیم خواهرمون نشناختیم یا دویم بارا بشناختیم عیدی بزرگ. ماهره جابیرova میگوید که خواهرش شاعره در یک هفته اخیر در یکی از آشخانه‌های نزدیکی پایگاه 201 روسیه واقع در محله گپرزیم پایتخت به کار شروع کرده بود. نزدیکان شاعره جابیرova با تکیه به قول تقصیرانی که او را تا پایگاه 201 در محله گپرزیم رسانده است میگویند شاعره جابیرova را 4 سرباز روس با خود به خوابگاه افسران پایگاه 201 بردند. دوربین‌های پایگاه نیز عینی همین صحنه را نشان دادند. چخیل از مسرکه چخیل و چه شکل گرفتن؟ جسد شاعره جابیرova روز 5 نوامبر در یک پرتابگاه داخل پایگاه 201 روسیه در دوشنبه آشکار شد. شعبه کارهای داخلی ناحیه سینا یک بازجویی ابتدایی قضیه مرگ شاعره جابیرova را انجام داد. یک منبع آزادی در نهادهای انتظامی تاجیکستان گفت ایوان شرباکوف در بازپرسی ابتدایی گفته است آن شب در حالت مستی بود و چیزی را در خاطر ندارد. حالا تفتیش پرونده این کشتار بر اساس قرارداد تاجیکستان و روسیه در زمینه حضور پایگاه 201 از جانب مفتشان روس انجام داده خواهد شد. وزارت دفاع روسیه اعلان کرده است که برای تحقیق این قضیه یک کمیسیون مخصوص به تاجیکستان آمده است. روز 10 نوامبر وزیر کارهای خارجه تاجیکستان سیراجالدین اسلوف از قتل شاعره جابیرova در حدود پایگاه 201 روسیه نگرانی کرده و سفیر روسیه ایگور لیاکین فرولوف یادداشت یا نوت‌ی وزارت را تسلیم کرد. در این یادداشت دوشنبه از مسکو خواسته است که برای تکرار نشدن چنین حالت‌ها از سوی سربازان پایگاه 201 روسیه چاره بیاندیشد. در طول یک سال اخیر چند سرباز روسیه در زمینه صادر کردن جنایت‌های مربوط به لطوکوب، تلاش دزدی مال و قتل شهروندان تاجیکستان بازداشت و مورد محاکمه قرار گرفتند. از جمله دادگاه گارنیزون حربی پایگاه 201 روسیه در تاجیکستان ماه آگوست سال جاری 2 سرباز این پایگاه ایلدار ساخاپوف و فیودر باسیموف را در کشتار شهروند تاجیکستان رحیم جان تشابویف گناهکار اعلام کرده و به آنها از 13 تا 17 سال حکم زندان داد.